وقتی که مؤذن میگه که حی علی الصلاة، ای مردم بیا به نجات، بیا به نماز، حی علی الفلاح، بیا به خدا. کدام روز یک شنیدم یادش بچهش خدا سوریه میرفتش دست مردم ها رفتش که اگر بچه من عرق خونده تولد یک زیافه آنه رفت گریسته است داملا جان پدر میگه نماز بخوابی. نماز در کار نیست با من، چیکار کنم؟ گریسته است استیزن بجا رفت است بچه های عزیز معاملتی که مردم آرزو کنه بچه نماز خود شود. آرزو کنه کاش رنگی همین بچه که نماز خود شود. ریشمون سنت حجاب کزن تفرز اینا هیچ کسی کار نمیکنه، کسی این کار نکنه کافی میشود. هیچ کس حق نداره خدا تحقیر کرده مسلمان. با شما باد صدای قرآن آمانه شدن را فراموش نکنید. ما خداوند قبلا 3 روز پیش اینجا خداوند حضور داشتیم که بهترین انشاءالله خدا خواهد که شما الحمدلله نیت کردید برای ساختنی خانه الله. انشاءالله خداوند بهترین خدا خواهد ما درباره روز فضیلتی انشاءالله خداوند مسجد و مسجد ساختنش چی اجر دارد چی مکافات ها دارد انشاءالله خداوند پاداش نکی میتید انشاءالله و سهم شما عزیزان خداوند میرسونیم. اولا خداوند این مسجد ساختنش برای هر یکی ما شما مبارک باشد. الله سبحانه و تعالی و این قوم و جمعیت کوچ و قوت عطا نماید و زودتر تیزتر انشاءالله خداوند این خانه را با آخر رساندن شد. الله سبحانه و تعالی خودش مددگار ما شما باشد. میدانید این مسجد خداوند اکادمی است. این مسجد جایی هست که تمام صحابه ها از ابوبکر صدیق کشیده تا پس‌ترین صحابه را همشه تربیه کرده مسجد است. این مسجد در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یگان دانشکده نبود، یکان اکادمی نبود. تمام صحابه غذا را از چی میگرفتن؟ از مسجد میگرفتن و در مسجد طاعت میکنن، عبادت میکنن، از صحبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم غذا میگرفتن، غذای معنویشون را بای میکردن و عمل میکردن. یکی نموز افسوس ما شما شنیدن خلاف شریعت کار میکنن. صحابه وقتی که میشنیدن همون زهات عمل کردن و سر میکردن. ما شنیدن عمل نمیکنن، شنیدن خلاف شریعت کار بکنید. بدانید عبادتی که در مسجد میشود 27 درجه بلند دارد. دو رکعت نمازی که در اینجا میخوانیم 27 رکعت در خانه تنها خوندن به هست یکی در خانه میخوانیم. مسجد دوست داشتنش باید که مثل صحابه ها به نهایت با محبت زیاد باشد. پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم 23 سال دعوای پیغمبری کردن، خلاص 23 سال. در دوام 23 سال 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه باشد، 27 یعنی 13 نماز با عذر جماعت ترک کردن خلاص. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم بالکل نمازش در چی بود؟ در مسجد بود. امروز مردما مسجد ها و مردما امروز زار، مردما از مسجد ها امروز بیزار. توی شود خداخواهد انشاءالله دو سوکه میشینی در همونجا برای ریزایی که مخلوق، برای ریزای جورت، برای ریزای طاقت، برای ریزای عقد، برای ریزای دادرت، برای ریزای همسایت رازیش وقت خفه نشاو الله خفه شاش درگید که هر روز مؤذن ادامه که نعوذ بالله من الشیطان الرجیم از آن فرض است. سوره جمعه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. وقتی که میگه آواز داده شد برای نماز جمعه بس سعی کنید به سوی ذکر خدا. همین که از آن فرض است. همین آیت دلالت بر چی؟ از آن فرضیتش بکنند برای تو. وقتی که مؤذن میگه که حی علی الصلاة، ای مردم بیا به نجات، بیا به
حی علی الفلاح، بیا به نجات نمیایی، لبیک نمیگویی، مخلوق لبیک نمیگویی. یا حقیقت نیست؟ اگر توی فراد نکنه خفه میشه، قهری میشه که من در تویش نگفت، اینکه الله هر روز خانهش دعوتت میکنه نمیگی. برای آگاه کنندگان مسجد الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیت 18 بین قرآن برآورده است. همه بین قرآن داره. ببین قرآن الحمدلله امروز این عالمای خدا مبارک شو کند، خدا رحمت شو کند، و هر نمود زبان قرآن امروز برای ما شما تفسیر کرده دادن. هر خانه نخل استاد داری قرآن. سوره توبه آیت 18 بین الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما یأمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و اتاء الزکاة ولم یخشى الا الله فعسى اولئک ان یکون من المهتدین. راست گفت خدای بزرگ. صدق الله العظیم. صدق الله العظیم معناش چی است؟ راست گفت خدای بزرگ است. بعد یک بیعقلا بوده صدقه الله بوده صدقه دیگه روسیه بانگلوید. روسیت اسلام نمیفهمی. عرب ها که وقتی که اگر گپ بزنی و بعد یک گپی خوب زنه صدقه میگه طوری گفتی بچه، یا بلدی صدقه طوری گفتی. صدقه الله دیگه طوری گفت خدای بزرگ. همین معنی داره. صدقه نیستی. خدا چی میگه؟ استعوذ بالله. جوز نیست آنانی که چیکار میکنن؟ عمارت میکنن مسجد خدا را، مسجد خدا را آباد میکنن. برای آباد کردن مسجد خدا کمر همت میبندن. الله امروز دلار دادید، امروز پولی ایران دادید، امروز خدا خواهد پولی ازبکی داری، کلگیزی داری، روسی داری، میگه کمر همت بند و خانه خدا آباد کنه. انما یأمر مساجد الله من آمن بالله. آدم به ایمان خونه خدا آباد نمیکنه. خدا میگه کسی که ایمانی با کی داره؟ یکم به الله داره. الله بودنش باورش است که از خدا و جز خدا دیگر خدا نیست در دنیا. لا اله الا الله میگوی معناش چی است؟ لا گفتگی نه. عربان به کلمه لا اله نیست خدا الا الله مگر یکتا خدا است. محمد رسول الله، محمد خبرچی خدا است. میگه مسجدان که پول ماشه صرف میکنن، که دنیاشه صرف میکنن، همان کسی که ایمانی با کی داره؟ با الله داره. دیگه من آمن بیوم الاخر، کسی که ایمان با آخرت داره، که فقط میمونم، فقط نزد الله میخیزم، دستگیری اگر قبرم شود گویی، دستگیری آخرتم شود گویی، انشاءالله مسجد میگه آباد میکنن. اینجا کار آنجا نخل بردار تا که شوی سرفراز از فضل غفار. یک سومه که خدا خود در اینجا صرف میکنی خدا 700 سومت گره میدید. یک سومه که در این خدا خانه خدا صرف میکنی و یک کار و یک احسان 700 خدا بخشد از فضل خود بهد. خدا یک گفت اقرض الله اینجا چرا نبخشی به حق و خدا قرض احسان. خدا گفت کی است که درهای من قرض حسنه میدی و امیدی ثواب. خدا را قرضدار کرد، مسجد آباد کن انشاءالله. یک سوم داری نتونی خدا خواهد کمی خوب زن، نتونی نیت کن الله اگر دنیا میدادی خونت آباد بکنم. ندارم خدا جان فلان چی با یکم ثواب گرفت دست از من چی میگیرم گو همون نیت الله میدید. یک عزیزی خدا میگد از پیشی یک تودر اگزار میگذشت، یک تودر اگزار دیگه خدا بندا اگر گفت همین اگزار گندم میکردی تمام مخلوقای خودنا صرفش میکردم، درای خیرش میکردم، همون نیت الله همون ثوابی که
خیر جداد چون که نیت المؤمنی خیر من عملی که نگه پیغمبری بزرگوار نیت مؤمن از عملش بهتره من نیتی انشاءالله خلاقت نداشته باشم کجایشین خلاقت که بی خوب زنگور بیا بریم توی انبارگر تا گیشمون انشاءالله ثوابی گیشت میگیری تختمون ثوابی تختت میگیری خلاقت گفت ثوابی گفت میگیری شما خودت دلگیر نشه که این چیزا بیکار میرن نه این چیزا همش نزد الله ذخیره دارد این الله لا یضیع اجر المحسنین خدا میگه من اجر احسان کنندگان هیچ گم نمیکنم نه دست گم نمیشم اجرش در پیشش انشاءالله خدا خواهد اینا میگه از باهیم و قیامت دارن مسجد چکار میکنن امارت میکنن مسجد انشاءالله بسازن بنا میکنن انشاءالله خدا خواهد اینا کی هستن میگن اینا با اقام و صلاح آنانه که 5 وقت نماز برپا میدارن اینا همه خیلی آدم هستن که خدا قیامت باردویش میکنن 5 وقت نماز نخوند و زکاتی ماشه بیوه بیچاره و محتاج و مدیون و قرضداران در زکاتی ماشه میداده که آدم باید ولم یخشا الا الله اینو از هیچ کس نمیترسن بگرد این نماز خدا این مسجد آباد کنندگان این زکات دهندگان میگه خدا اینو از هیچ کس نمیترسن فقط یکی میترسن ای الله میترسن انشاءالله خدا خواهد چون که الله نمیترسه که نماز نمیخونه هیچ کس از خدا کسی که نمیترسد ولی سر سجده دیدگی نیست کسی که از الله نمیترسد باری مخلوق پیغمبر رو با قیامت ندارد مسجد ندیده ساری مسجد ندیده است مسجد کی میبیند؟ آدم ایماندار میبیند آدمی که خدا خواهد فقط از خدا دیگر از این چیز نمیترسد فعصا میگد بس اینا چی هستن؟ امید از خدا خواهد این گروه ها میگه خداوند اینا هدایت یافتگان هستن شما هدایت یافتگانی چی هستی؟ رای خدا هستی الله ایمان همان دم نمیتی حیات نبرار همان دم پیغمبری بزرگان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میخواست که تمام دنیا ایمان بیارد میخواست آرزو میکرد اما کش به ایمان رفتگی است اما کش ابو طالب که بچهش اسدالله شیر خدا که در جهادها چندین لک کافران سرش گرفتگی است داماد محمد صلی الله علیه وسلم که فاطمه مادر بونه چی؟ همسرش یکی به ایمان رفت هدایت در دست شما نیست یادم رو سه چیز بدوز خدا دیگر هیچ چیز دیده نمیشود یکم انشاءالله فرزنده خدا میدید نه پیغمبر داده میتوند نه عالم داده میتوند نه پروفسور نه دکتر دویم هدایت بدوز خدا کسی نمیکنه یادم رو هیچ کسی تو هدایت کرده نتونی هدایت در دست هیچ کس نیست اگر عالم زور باشی واعظ باشی مقصدی تو نصیحت از خلاص نگویی تمام اگر در دست محمد میبود همه را هدایت بکرد اما چه هدایت کنه نتونست سریع بالی نشومد گفت اما جا بگو لا اله الا الله جنت میدهی خدا میبخشد آیت اومد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انک لا تهدی من احببت لکن الله یهدی من یشاء ای محمد تو دوست داشتگی انسانات هدایت کنه میتونی یکی من کسی را خواب هدایت میکنم هدایت در دست بنده نیست عزیزان من وظیفه شما عمل کردن است وظیفه ما شما گفتن و نصیحت کردن است کسی که مجبور نماز خونده نمیتوند ما میرسانیمش کجا دایره میشینی اخلاقی اگه خوب کن ریشه مونده نیست سنت خدا مبارکت کنه یکی اخلاق تحقیق خوب کن آخی ریشه مونده اخلاقات کلوبی خمسیت نوزی عطت نوزی عپت نوزی و مردم رسانه که اسلام همین است اسلام سازی این اسلام کشست نیم اگر محمد گروبی میبود اسلام هیچ کس قبول نمیکرد ولی که هیچی نکرد یعنی
محمد در سرش نجاست ها ریختن، دعایی بر نکرد، میزدمش بیچاره. ابو سفیان خوارش ام جمیل سوره مسد خان، برای این رسول آخر کتاب خان، یک تا حدیث کدید، دو تا حدیث کدید، به علق نزد، آلیب نمیشه. حتی دو تا حدیث یا گرفته از خدا خواهد همه کچون دست است. کن در کار میخوانی انشاءالله، باتاش میرسی و حدیث شرح دارد. چندی جوانا خدا خواهد کدا بود یک شمیدون، یا تاش بچهش خدا خواهد سوریه میرفتش دست، مردم ها رفتش که اگر بچه من عرق خونده تاره یک زیافت ایمان انه اسلام، انه بچه ها در رفتاری گفتارد. بچه ها از ترس بچه هاش و پدر ها عرق خونده سیان، همینه اسلام دارید، ولی جواب بدید پیش الان و اسلام دارید، خدا خواهد پیش خدا محکمه سنا جواب بدید. به ایریش بودو به این وید خدا خواهد به این معاملت به این رفتار مردمی بود از نماز رو گردوند. بیارم دیگر نشد سوریه بروند، کدام یک جوان رفتی لیست است است داملا جان پدرم بگه نماز بخوانی، نماز در کار نیست با من، چیکار کنیم؟ این لیست است است استیزن بگو رفت است بچه های عزیز، معاملتی که مردم آرزو کنه بچه نماز خون شود، آرزو کنه کاش رنگی همین بچه که نماز خون شود، کاش این بچه که رنگی همین خدا جو شود. بجای عبرت گفتن ما از اسلام نفرت کنند از ما دواره، بجای به اسلام دعوت کردن آدم ها بیدار داره به اسلامی عزیز. همینه اسلام داری، از خدا ترس مگه جواب بتیاری، همه جواب بتی، ولی خدا خواهد محکمه سودی سر میشود. آن گفهایی که میزنی خدا خواهد این دو کامل ضبط دارد، حتی زنت بیزار است. بجای زن خدا خواهد خوشون نمازون کرده، حجاب دار کرده، نمونه عبرت کردن، زنت شکایت دارد امروز. همین از اسلام. اگر در دست هدایت میبود حضرت این نو بچهش خدا خواهد به ایمان از دنیا کسیر نمیکرد. اگر در دست نبود لوط پیغمبر زنش کافر بود، آدم بچهش ولی هیچ کس نبود، قابل حابیل کشت دوزخی شد، میتونست بدارش، میتونست در دست الله. ما وظیفه طوری معامله که طوری کار کنم، بلکه کفی ما با شما سخت برسد، بلکه به دل بد میبینی، لیکن پیشگاه الله در خدا خواهد بد میبینی که حق و کیات است. من التماس میکنم خدا خواهد معامله تفرد کن، ریش همون سنت حجاب بزن تفرد، اینا هیچ کسی این کار نمیکنه، کسی این کار میکنه کافر میشود. هیچ کس حق نداره خدا خواهد تحقیر کردن این مسلمانان، لیکن رفتار تا خوب کنه کن، گفتار تا خوب کن، همسر تا حرمت کن، هم معلت تا حرمت کن، اکا تا حرمت کن، تا عزت کن. امروز من عرق خود گریزم، ای دوست گریزم، ای آدم کش گریزم، باید که نفهمونه پگه تو نابالا چه خدا خواهد رفته دوست کتی همسون بچه ها، زیناگر کتی همسون بچه ها، عرق خود کتی همسون بچه ها، تیراریست کتی همسون بچه ها، باید از اون راه گردم جنت تیری. من دال علا خیری کفائلی، پیامدن کسی که دلالت بکنه انسان برای خوب میاندازه چی عمل ثواب گیرد، همه عجزش در نامه خدا عمال میدیزد. کسی که دلالت با بعدی نکند همه چی گناه گیرد، همه گناه در نامه عمال نیسته نشود. خوبی اختیار که انشاءالله خدا خواهد. در حقی مسیح پیغمبری بزرگ را چی میگم؟ و اذا رأیتم رجولا لیعتاد المسجد فشهد وله بالایمان. پیغمبر شما میبینید یک مرد که دائم طرف مسجد میرود، دائم 5 وقت نماز در مسجد میخواند، دائم برای آبادی مسجد چیکار کرده؟ کمر همت بستگی است، میرود میرود تازه میکند، این ثوابش لک است. گفتم تازه کردن این مسجد، آباد کردن این مسجد زیری همین بدراید، یا که پول صرف میکنن برای آبادی مسجد. و این رفتن پیغمبر بشارتی بر ایمان که چونکه خدا در بالا گفت که انما یأمرو مساجد الله من آمن بالله، کیا مسجد عبادت میکنن؟ کسانی که ایمانی با خدا دارن.
موافق این حدیث است. این حدیث موافق همین دلالت میکنه که ما شما باید چیکار کنیم؟ البته این مسجد خداخواه آباد کنیم. در آبادی مسجد هممون کمری همت بنده. وقت موزیک از من بعد حدیث های ضروری برای شما بگم. من بنا الله مسجدا یذکر فیه اسم الله بنا الله له بیتا فی الجنه. کسی که میگه یک مسجد میسازد برای چی؟ ذکر کرده شد در همون نامی که الله قومات اومدن نماز خونن، قومات در وی طاعت و عبادت کنن، گفت خدای تعالی در جنت مخصوص خانه بیناش میکنه، قصر برای شما بینا میکنن. الله به این وجه که در این دنیا مسجد میسازی. او قصد از کن؟ او قصد نه چی میگه دوامی حدیث نه ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. او چیزه میگه ولی در چشم مشاهدهش نکرده. او قصد نه، او خون نره. حتی اینکه گوشا شنیدگی نیست، او خون نره. حتی که دلی که در خاطر میاری که چه خیل باشد، او خیل نیست میگه. او خونه که در جنت میسازد یک گشتش ایتالای عزیزانی من، یک گشتش نقره. خاک جنت ندانی خدا خواهد سوره الرحمن خون اذا وقعت الواقعه تفسیراش خون از جنت با خبر میشه. همه که خونه است که از بیرون درونش ببینی، از درون بیرونش ببینی. همه خونه است که اونجا هر گلیم هست که ولی گلیم شما مشبک دوبای ها اگر از سمرقند گلیم آورده با همه یک زیارت برود که فلان مسجد نه گلیم سمرقند آورده یک بینیمش این دم شمه گله در پیشی گلیم های الله که برای شما می اندازه خدا خواهد. الله سبحانه تعالی با این وضع این خدا خواهد شما در 100 باغ ندید که هر یک باغش از این دنیا کلو خود جنت نامش باغ است. برادران جنت گفتگیم باغ، یک باقی که چی هست؟ به خزان است. اونجا نه تیرمون نیست، زمستون نمیشه، هواش یک شد است. اونجا نه میواش خدا خواهد خوش نمیشود. اونجا نه شما 33 ساله میشوی، 33 ساله. اونجا نه جوانی های پیری نیست، پیر نمیشه در جنت. در جنت شادی غم نیست، غم نمیخینید، در اونجا آسر نمیخینید. راستی کود یا کود برامو رزق مبیار نه، رزق که در پیشک تیاره. از خواستم میگه که انسان اگر میگه خواهد که یک سیب خود شود بینید، ولی ما سیب برای خوردن چکار میکنیم؟ چند که زحمت میکشیم، بالاش میبروی آل میکنیش، میفرانیش، میشویش، پوستش بکنی، میگردیش، میخوایش کتش میکنی. میشه 7-8 عمل کردی او شیرینی سیبا میدانی و این سیبا دلوه که میایه خودش آوشیده دهنت نمیدرویه. حتی خواهدن برای بنده مهنت بده نمیخواهیشم. این دندان خدا برای ما شما اسیاب کرده است. اگه دارید اینجا خواهدن مایدش نگه خدا خواهد یک مانده خدا خواهد چکا میکنیم میده رو برک میکنیم. آشخزان دیگه کار برو میدهیم. اینجا آشخزان دیگه کار نمیبراید. اونجا هرگز پیر نمیشه شما عزیزان. من این دنیا چی هست؟ ولی چه دنیا 4 روزه بگم تو نمی 4 روز است دنیا در از می 4 تا 20 است 20 40 60 80 بعضی ها 5 روزه بگنش 100 یک اصل عمر داریم که خلاص همین هم با 20 روزش کودکی بگذارم 20 سالش خونه بکنید زن بکنید زن بکنید بچه بکنید بعدی 20 سال دیگر دیده که خدا خواهد پیری سر شده. ولی 20 سال دیگه دورهای چی با همین آخرت سر میشه. میمون سهره نمیخواه عمر بگیریم خدا خواهد. همین عمرندم انشاءالله خدا خواهد چکا کن طاعت عبادت کرگی نکن. همین عمرم در خدا صرف که نکن. در عبادت مسجد صرف که نکن انشاءالله خدا خواهد. در آبادی خانه خدا صرف کن. من برای مسجد بیا پیغمبری بزرگ چی میگم؟ این فی المسجد اوتادون الملائکة جلساؤهم إن غابوا فيفتقدونهم وإن مرضوا أعادهم وإذا كان في حاجتهم أعانوهم. البته میگه در مسجد میگه میخواه است. من خانه ما شما به مه
قرار میگیرد. همین مسجد نمیگن میخواه هست، میخواه مسجد انسان ها بوده است. ما شما میخی همین مسجده و جلساء همسینای شما کی هست؟ فرشته ها هستند. شما با فرشته ها یک جایه میشینید میگد نبین فرشته ها چکا میکنید؟ این غابو یفتقدون، اگر مبادا مسجد نیایی جستجو کرده میرفته این که جا شد. این نماز پیشین امروز نامد و فرشته از کفات کافتر میرفته و این میگه مردو فعادو، مبادا کسا شیخ خانت میرفتیم فرشته این دوستی خدا بجا شد. چه امروز نماز عصر نامد، چه نماز شام نامد، رفته یوردن نکرد از یکی بیماری و این کان فی حاجتی، مبادا اگر یکان سرطن مصیبت حاجت رسیدگی باشد یوردن نکرد. اگر مبادا دیوار داشته باشی فرشته رو کتی دیوار میکنن، قوت پیدا میکنن الله سبحانه و تعالی، این کار تیز میشه. یا که یک دوستاش در دل میاندازن الله سبحانه و تعالی میگه کسی که بینه حدیث پیغمبر است، کسی که میگه قدم به سوی الله میزند، به سوی خلافت اشخاری، به سوی عزیزی طاعت عبادت میشود، به پدر پدردارت میکند، به مادر مادردارت میکند، به اکا دادر اکا دادردارت میکند. یعنی خدا داری. اما بعضی جوانان در حیاتون من ندیدم، در حیاتون لیکن از اکم بالا هست. از حیاتون ندیدم بعضی آدم ها را خدا از برادرم بالا هست. خدا میگه هم تر میگم که هیچ محتاج نمیشی. دایم فرشته در خدمت ما شما بدیم. خدا میگه ما چی؟ خدمتی که نکنیم الله کنیم. چون که خونه خدا، خونه خدا را که آباد کنی خدا خواهد دو دنیا دا آباد میشود. این دنیا هم انشاءالله خدا خواهد آخرت هم. خدا به پول پول دارد میکند، به مال مال دارد میکند، به چیز دارد میکند. خدا در دل یک برادر میاندازد در خیال نیست آوردن میتید. ببین خدا همچنین خدا خواهد. ابی امامه میگوید از رسول الله صلی الله علیه وسلم که حدیث خدا خواهد صحیح است، ثلاثتون کلهم ضامن علی الله، سه نفر انسانان را ضامنش الله بگرفته است، کفیلی تا بگرفته است، نه کفیل شما را بگرفته است. یک تامین اذا من دخل بیته فسلم علی اهله، کسی که خونش درآیه و اهل و آیلش نه سلام دیه. ما شما سلام حضر بکنیم، ما شما سلام همچه حقارت بشماریم، بعد سلام دیم بینیش جید میکنم. این سلام نامی الله هست، نام است که انشاءالله ما شما فقط دعا میکنیم من برای که بنده خدا تینجی آسایشتگی خاطر کردن میخوام تا این گپ است. اپای به نفته سه خواری و دادری کاری و حقارت نداری. گفته شده که انشاءالله رحمت خدا بر تو باد، برای تو من تینجی آسایشتگی میخوام. و علیکم السلام گفتگیم منم بر تو چی میخوام؟ تینجی آسایشتگی خاطر جمعی میخوام تا این گپ است. خلاص هر یک تد از خاندان گناه خدا خواهد زن تو نسلام ته بده چی؟ ناز بکن از زنت بابی سلام نمه احتیج که اتو میگم بینیم. شیطان حضرت عمر در کتاب منبیات است، شیطان میگه 9 تا فرزند دارد، یکتش داسیمون است. داسیمون در خانه ها میگشت است، خانه های ماش موندن. وقتی که ما شما از کوچه میایم مبادا اگر سلام نتیم به اهل آیلمو که السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو نگویم، همون شیطان بین ما و زن مو چکا میکرده است؟ جنجال هم میانداخته است، حتی تا جدا شدن هم میبرده است. انا یک سلام فضیلتش برای شما. انس ابن مالک 10 سال خدمت محمد کرده است، 10 سال 10 سال خدمت رسول الله کردن، تن همچو فرزند خدمت کردن انس ابن مالک. یک بار تن یک کار نکردم نگفتن که چرا نکردی،
بنده خدا یک کار کردم چون نکردی. یک روز گفتم یا انس گفتم من یک چند نصیحت بکنم. اینکه نصیحتاش بسیار است. یک نصیحتاش وقتی گفتم با اهل و عائلت میدرایی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفت خداوند در خانتان تو برکات میدرایی. خواهی که باشه خواهی که الله برکت از خاندان نبردارد سلام نمونه کن انشاءالله. پدرت نه سلامته مادرت نه سلامته اخلاق خواهد انشاءالله. ولی چی اور میکنی؟ سلام سنت است جوابش فرض است. کسی که سلامتی مبادا نکتید وای گناهکاری عظیم میشود. فرض ترک کردگی میشه مثل نماز. ولی شما السلام پر نگوید بعد خیر السلام علیکم نه سلام علیکم نه السلام علیکم جمع. امام اعظم رحمت الله علیه همین سلام از کی یاد گرفت؟ از الله یاد گرفت. الله شب معراج محمد چی گفت؟ السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چون ما تنها نیستیم دو تا فرشته کامل است. کرام الکاتبین شتگی از هر یک ثواب می نشد. 5 تا فرشته با در اطراف کار میکنن. 160 فرشته کار میکنن. ابن عباس میگن 160 فرشته یک تا بنده را خدمت میکنن. و تفیل دو رکعت نماز بخونی خدا با 160 تا تلخلایت تو را گرفته میگردن. وقتی که کوچه برای میگرد انشاءالله با سلامته. پیغمبر بزرگ شیشتهی بود داری از سام گفتگی از سام گوی اگر من با تو مرگ میخوام گفتگی پایین. پیغمبر یک یهودی گذشته گفت که السلام علیک. پیغمبر که و علیک سام. من مرگ خواستی من چون مرگ میخوام. اگر این کلمه شو چطور کنی باید دعای بد بکنی. ولی همین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسول شنید یک صحابه اومد گفت که السلام علیکم گفت 10 گفت رسول الله 10 ثواب در نامه اعمال نوشته شد. دویمش اومد گفت که السلام علیکم و رحمت الله رسول الله گفتن 20 ثواب در نامه اعمال نوشته شد. سومش اومد گفت که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته 30 گفتن پیغمبر 30 ثواب در نامه اعمال. شما یک پر السلام علیکم و رحمت برکاته گوید 30 ثواب در نامه